بچه تو به چی تو افتخار کنه؟ بگه که پدر من بلد بود این کار کنه. آدم دیده تیتوتونه اومده دیده مامانی پاشو تو چه مادری هستی؟ تو چه زحمتی کشیدی واسه تربیت این بچه؟ کشیدم. گربه داره از شیر و دختره میخوره. سلام خدمت شما همه همزبانای عزیز، من پاشا تیشی امروز با یه ویدیوی خاص اومدم از سمهای این اینستاگرام. کسایی که واقعا یه تختشون کمه، واقعا اگه بشینی پای ویدیوهاشون میگی آقا اینا با چه هنری دارن معروف میشن، اینا چه کار میکنن که دارن معروف میشن، با خلوچل بازی، با چی؟ پس قراره تو این ویدیو بریم این سما این آدمای عجیب غریب اینستاگرام رو ببینیم چه کارهای عجیب غریبی میکنن. قبل اینکه این ویدیو رو ببینید لطفا کانال من سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا منو فالو کنید. بریم ببینیم که این دردیونا دارن چیکار میکنن. Are you ready؟ اوه گربه داره از شیر و دختره میخوره. او مای گاد، توی پارک شیر رو گرفته، دختر داره میده، میمی داره میده شیر بخوره. ای دهنه سرویس، چه خنده ای گذاشته. گفته چی؟ منظورش چی بوده؟ گفته بوده آقا اگه این گربه است داره اینجوری به گربه محبت میکنه پس منم یه گربه ایم. حالا بریم به خندش بگیریم. سب بیانیم خندش. ای دهنتون سرویس، این ایده ها چجوری به ذهنتون میرسه؟ بریم بعدی، بریم این دختر چی میگه. من 20 سالم نوشته من 20 سال وقتی مامانم اجازه نمیده از خونه برم بیرون و مجبور میشم روی پشت بوم خونه لوکیشن میذارم. ما اینجا زحمت میکشیم، ادیت میکنیم، اعصاب خودمون رو خرد میکنیم، به مرز سکته میرسیم، اون وقت یه دختری میره بالای پشتمون هم دافیم خوشگلم هم دافیم این میگیره لایک میگیره فالوور میگیره، این لایک میگیره. بریم اینا چیکار میکنن. مانجون دونه ماما، وقتی تو میری بیرون میدونی من میشینم تو خونه با خودم چی میگم؟ کی میگه؟ میگم الستون و بلستون مامان جونمو زودتر تو خونه برسون. کمانه اومدم دیده تیتوتونه اومده دیده مامانی یعنی آدم حالش بد میشه به این لوسبازی. آخه تو چه مادری هستی؟ این چه تربیتی تو کردی؟ تو باید الگوی مادر بچت باشی، دخترت باشی. میگی جونه من میگم الستون ننه منو زود برسون پاشو. تو چه مادری هستی؟ تو چه زحمتی کشیدی واسه تربیت این بچه؟ الستون و ولستون باشه بچم اومد. ای خدا بگم. بریم بعدی. برگشتی ها؟ داش من میخواستی تنهایی ها؟ خب استوپش کنم. نوشته داش من خودت نبودی که التماس میگردی برگرد، خودم فیلمتو دیدم بس اونی که آسفالت کردن. این ببینی میخواستی بدبختی ها ببینی که چجوری مثل شتر تو گل گیر کردم؟ فقط همینا رو میخواستی ببینی؟ من تنهایی وحشیم. تو زارتم نیستی. چه حرکاتی؟ فقط برگشتی تنهایی منو ببینی؟ یعنی تو اینجا بودی من میزدم با همین پا میزدم یه شوتی تو کلت که دیگه نگی که من شطور نیستم تنهایی منو بخوای ببینی. واقعا سمن اینا واقعا سمن. آدم نمیدونه گریه کنه به حال اینا بخنده. ولی اگه حتی یکم به این تنهایی وحشی کمک میکردی، توجه میکردی، هیچ وقت اینجوری نمیشد. این احتمالا داره واسه یه پسر میگه پسر جان اگه تو گیره بچه های محلی اومدی که یه جور دیگه. خب دوستان ما خب ببینیم چی. خب این قیافش
خب این دقیقاً بهش میخوره یه پدری باشه 2 تا 4 تا هم بچه داشته باشه زحمتکش باشه نور حلال بیاره. حالا نوشته هممون یه دونه رفیق فلان خل داریم که انگار تازه پشت کومه. ببینیم چی. دوستان محترم این ماشینی که می‌بینید تازه خریدم به مبلغ 1,800,000,000 دلار. آپشن‌ها زیادی داره دقت کنید. اصلا این کابین خلبان میمونه. من نمیدونم الان چه غلطی بکنم با این دوستان. دادا اینا آوازش ببینم. خواهی بی‌مزه بود. خب خواهی پسر بریم ببینیم. اوه میرم. این پسر بود. این پسر بود. خدایا شکرت، من سجده شکر به جا آوردم که ما اینجور نشدیم. این چه پسریه؟ مردانگی رو برده زیر سوال. تو پسر بچت در آینده بزرگ شد میخوای بگی من پدر بچه تو به چیه تو افتخار کنه؟ بگه که پدر من بلد بود این کار کنه. این چه افتخاریه؟ این چه کارایی تو داری میکنی پسر جان؟ یه بار دیگه ببینش. دخترها من ندیدم این حرکات رو انجام بدن. دخترها من ندیدم این هم حرکات رو انجام بدن. ولش کن. من اینا رو ببینم عصبی میشم. من اینا رو ببینم قاطی میکنم. من اینا رو ببینم. چه کار دارین میکنین شما با خودتون؟ چه کار دارین میکنین؟ همین الان پسره سرشو از شیشه ماشین کرد بیرون، به من گفت جون بخورمت. آقای رئیسی مردم گرسنه‌ان، چه وضعشه؟ پسره بهش گفته جون بخورمت. حالا یه ذره داره خودش تعریف میکنه. او مای گاد. دختره ولی خوشگل بود بچه، از حق نگذنیم خوشگل بود. خب دیگه چه ویدیویی داریم؟ بذار ویدیوی سم میخوام پیدا کنم. آرش بردن باشگاه زنون. آرش چه حسی داری؟ حال میکنی؟ تمرین کردی؟ آرش قدر این لحظه ها رو آرش خوش به سعادت تو. خوشا به سعادت تو آرش. رفته چی اصلا ذوق تو چشای بچه است. ذوق نگاه کن تو چشای بچه. آرش چه حسی داری؟ آره تو نه آره چی بگی آرش؟ خوشا به سعادتت آرش. این چیه؟ وقتی استادم بهم میگفت چرا درس نخوندی؟ او خواننده. من راه دما خط کشیدم، از سر زمینم دست کشیدم، رفیقام تو هیچ توقعی نیست، پدر مادرم تو سختیام کشیدم. اینجا دیوونه خونه است. من گفتم الان چه آهنگ احساسی داره. من رو زندان دست کشیدم. ولش کن بچه، من سکته میکنم. اگه اینا رو ادامه بدم من دیگه واقعا از دست این سما سکته میکنم. لطفا ویدیوی منو لایک کنید، کامنت هم بذارید، سابسکرایب هم کنید. دوستتون دارم. catch you later.